سلام بیادر، خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ آرامی است؟ بخیر باشین، تشکر. میشه خود یک معرفی بکنید؟ بله من مشتاق شریعتی هستم، کارمند حسابی. بله. ما را خدمت. خیلی عالی. همین خدمات حسابی را یک معرفی بکنین که خدمات را میکنن. حسابی بزرگترین اپلیکیشن آنلاین در افغانستان است که در اپ استور و پلی استور موجود است. بعد از اینکه شما که در اپ استور و پلی استور رفتید، از اونجا این اپلیکیشن دانلود میکنید. بعد از دانلود نمودن اپلیکیشن دیگه شبکه مخابراتی هر شبکه‌ای که بود داخل حسابی میسازین. دیگه از طریق 580 کد براتون میاد، داخل حسابی شدید. بعد از داخل حسابی که شدید شما دیگه تذکری از خودتون، عکس خودتون گرفته میشه. بعد از این در حالت انتظار میره حسابتون. وقتی که در حالت انتظار رفت از طرف دفتر ما شما تایید میشه. وقتی تایید شده شما میتونید از طریق حسابی ازدیاد کردیت کنید، پرداخت بیل برق کنید، پرداخت جی پلاس کنید، دیگه خرید و فروش از فروشگاه کنید و همچنین انتقال پول دیجیتالی در 34 ولایت کرده میتونید. دیگه حسابی بسیار یک مزایای خوب برای مشتریای خود داره. از جمله مثلا در پرداخت بیل برق، در فی بیلی که مثلا تو اگر اجنت شوی در دفتر ما مراجعه کنی، اجنت شوی در فی بیل در پر تو کمیشن میده و در پرداخت بیل برق، در پرداخت زیاد کردیت 6% برات کمیشن میده. این از مفادهای حسابی است. از خدمات حوالجات اگه ما استفاده بکنیم فری است که کدام هزینه داره؟ خدمات حوالجاتش در سر تا سر افغانستان مجانی است، رایگان است. شما میتونید از این استفاده کنید. خیلی. ما چطور میتونیم پول در حساب خود اضافه بکنیم؟ شما میتونید به دفتر ما مراجعه کنید، اونجا پول نقدتان به پول دیجیتالی تبدیل کنید. و همچنین در 34 ولایت ما میتونید مراجعه کنید، اونجا پول نقد بدین و از کارمند ما پول دیجیتالی دریافت کنید. و همچنین برعکس شما میتونید پول دیجیتالی دارید میخواید نقدش کنید، به دفتر ما مراجعه میکنید، پول نقد میکنید. خیلی عالی. این دفتر شما در کجا است؟ دفتر ما در کارته 4 است در کابل. در 34 ولایت نمایندگی هم دارین؟ 34 ولایت نمایندگی داریم. در مرکز ولایت نمایندگی داریم. با پول دیجیتالی ما میتونیم یک چیز بخریم از یک فروشگاه؟ بله، شما ما فروشگاهی در سطح کابل همچنین در سطح ولایات ما فروشگاهی از طرف دفتر حسابی کلش ثبت راجستر شدگی است. شما میتونید از سری خرید و فروش کنید. درست است بیادر. تشکر. بخیر باشید. بخیر. خدا